خب اکنون دوستان عزیز ادامه دارد برنامه شام روز از موج بلندپرواز رادیو امروز و من باور دارم که نفرانی که این لحظه با ما هستند الکی پای بردند که این کدام بخش است. بخش مهمون. بخش مهمون است و سریناز یوسفی هستند. خوش آمدید میگویم. خوش باشید. خوبی با افتخار شما و بازم امکان داریم که دیگر زنگ های تلفنی رو بشنویم با رقم 44 600 45 32. درود، شب بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم برسلام. خوب هستید؟ نقض هستی اخی نمون. سلامت باشید. خوب هستیم. رادیو امروز. بله. آقای سریناز رو به استودیو خوش آمدید میگویم. بله. بسیار برنامه های جالب، بسیار ما هم یکی از شنوندگانی همین رادیو امروز از شهر دوشنبه عثمان جان میباشم. سلامت باشید عثمان جان. بسیار مادر پیشتر صحبت کرد، یعنی با ما بیبی میشود، یعنی بیبی بسیار صحبت های خوب کرد، همه غمگین هم شدم، از همون خاطر خواستم با شما هم صحبت شوم. مرحبا، بشنویم شما رو. چی سوال دارید با مهمونی ما؟ چی گفتن هستید؟ با مهمون شما یک سوال دارم که یک سرود دارد، اصلا او کلیپ است با همراه طلبشو خطی امرو یک بار تماشا کردم. کمش در یادم است، دوتاری تو در سری دست همی قش یادم مونده. سلامت باشید. خب اگر در خاطر ایشون میآید پس سر این برادری عزیز اینها کمتر خطا کردن، زیرا که این سرود رو با فیروزه حفیظه میسراید. این کلیپ فیروزه حفیظه با انامین طلبشو جان است. ای بچه دوتاری دوتارت سری دست. بله بله. کمتر خطا کردن. خب هیچ باکی نیست. سلام علیکم. نفر دیگر است 79 70. الو. سلام علیکم. سلام دیگر با مهمان صدایتون نمیدونم از سلامت باشید. کمی خوب مرامت میشنوید شما رو. بله عطای نوروز سرول با شما یک چیز گفتنی هم بعدا با مهمان شما سوال میدیم. با من چی گفتنی هستید؟ مرامت با شما گفتنی هم که همه گناه حتی نبخشتم، یک گناه حتی نمیبخشتم. همه گناه هم رو بخشیدید، یک گناه هم رو نمیبخشیدن؟ بله. این کدام گناه است؟ همه گناه که کلی 10 مینوت من در علاقه شما من رشته که پیوست میکنم. من از شما عذر میخوام. من شما رو پیوست کردم، بخش رکلام بود سرود همیگونه دیگر فراموش کردم که شما بودید در خط علاقه. همیگونه یک وقت با احساسات داده شدن. بله نگاه کردم با همون گوشک رو خاموش کردیم. خب هیچ باکی نیست. خب مرحمت میشنویم شما رو. مهم این است که شما این زمان در خط علاقه هستید. مرحمت. پاپای سرنگونه سرول پانسیاتی باشی و چیزهای روزگار آرزومندم. سلام تشکر. همیشه هدایتان در تمام جهان تنانداز بکرد و یک سوال یک درخواست دارم. مرحمت سوالتون. سوال من همین که بار شده است که یگان پسر خور محبت کرده باشد، پاپای سرنگونه رد کرده باشد. پسر خورد؟ بله پسر خوربکت. بله. خب سلامت باشید. درخواست این است که سرود دارد با نام شمال لالزار. شمال لالزار. تشکر. شمالی لالزار باشد به من چی؟ زمستانم بهار باشد تو را چی؟ شمالی لالزار باشد تو را چی؟ زمستانم بهار باشد تو را چی؟ شبان در غم بسوزم روز براحت، عزیزت انتظار باشد تو را چی؟ سلامت باشید برای تمنیت های خوبتان خواهر عزیز. و گفتن که بار شده است که اظهار محبت جوانی خورد اظهار محبت بسیار میکنند، اما که از سبب که اویله دار هستم آنها را قبول نمیسازم. بینید اکنون بیاید همین لحظه رو من با شما با طور ریالی یک بار پیشنهاد میکنم. بینید تصور کنید که با شما یک نفر جوان میاد میگه که سربیناز یک چیز گفتنی هستم ولی نمیدونم چه خیلی فهمونم با شما، لیکن شما با من معقول شده، من میخوام با شما استوری محبت کنم، شما قبول میکنید یا نه؟ پاسختون چی است؟
من یک مویز نیستم که من فقط میتوانم که از آن یک مرد باشم. من به بسیاری مخلصانم، به بسیاری انسانهایی که بسیار مثلا یک اظهار محبت میکنند، حتی که یکم نامه ها میفرستند یا اینکه اشک میریزند، راستی میگویم که برایم مهم نیست و بهتر میشد که از این گونه کناره‌جویی کنیم. زیرا که من نمیتوانم، من زن هستم، من میتوانم که فقط مال یک کس شوم، یک مرد شوم که مثلا مال شوهرم است. نمیتونم که با مثلا دیگر کس ها انمان اظهار محبت کنم و عشق ورزی کنم و البته که رد میکنم. باید که خودشان نیز اگر مرد باشند میفهمند. بله. و 3904 رقم آخر تلفن امروز گفته است که سلام و درود، نثارتون بود نوروز و اپای سریناز. با اندیشه سریناز یوسفی آیا برای هنرمند عنوان و جایزه ها ضرورند؟ با فکر من ها البته که اگر که ضرور هستند، لیکن باید که هنرمند باید که هم تو نگیرد جایزه را. بله. یا اینکه با واسطه که میگن که تقبازی، بله، باید سزاوار شود خودش برای جایزه. بله. خیلی بعضی هنرمندایی که من میدونم که میگن که مثلا یک وای میگیرند از بسیار کساشون، مثال یک جایزه هایی که قلبکی است. هنرمندی چی میگن؟ شایسته میگن. بله، هنرمندی شایسته، هنرمندی مردمی. هنرمندی که بله. پیش وقت بودن که همین هنرمندای ما این علاقه همین چیزای مهنت کردگی بودن. بله، زحمت کشیدگی بودن، گرفتن. حاضرش من میبینم که بسیار هنرمندایی که دو سرود میخوانن علاقه در شبکه‌های اینترنتی جایزه ها و بعضی جایزه هایی که مثلا که تاریخ همون کنسرت ها میتونن برای ما، آنها همش خیال میکنم که قلبکی است. مثلا خانه من پر از جایزه است که در همین یک کامپیوتر ثبت کردند و مثلا در اون 4 همین یک کاغذ میگویند که 4 انمی دیواری چوبچه ها مانده گذاشتند. چوبچه های دیواری. این گناه هایش برای مهم نیست. مهم آن است که مرا خلق قبول کنه. انش برای من مهم است. و من باید یک چیز دیگر رو بگم که عنوانی که واقعا هم شخص رو به خلق معرفی میکند، این عنوان شایسته و عنوان مردمی است که واقعا هم مردم، یعنی به مردم شما خوب معرفی میشوید و همچون یک نفری که واقعا هم در جامعه گویم که سهم شما رسیده است، عنوان رو شما صاحب میشید و در نظر نیست که مثلا شما در طول چند سال با عقیده خودتون من کی صاحب جایزه عنوان شایسته یا که من هرگز انتظار نمیشم. اگر که مهنت من رو قدر کنند، اگر که من همین چیزا مثلا سزاوار باشم، برای من مثال هوای پیشنهاد کنند. اگر که نباشم، یکم ذره زید هم نیستم، غمگین هم نمیشم، زیرا که استاد من هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان عمر زیف یک گپ داشت. میگفت که در دوره های ما مثال هنرمند آوازخوان بسیار بودند، ستاره نبودند. در این زمان ها ستاره ها زیاد شدند و آوازخوان کم شده است. بله، واقعا. ده گفته است که سوالم چنین است: برای سراینده شدنتون مشکلی بود و شما با کمک کیها به این جاده ها رسیدین اپا؟ کدام راه مشکلی ندارد. من اما لحظه هایی که سالهای 2002 2003 وقتی که وارد همین صحنه هنر شدم، اشکم میریختم. پس یعنی پرده های استودیو، پس یعنی پرده های تلویزیون رد میکردند، نمیشناختند. زحمت های زیاد کشیدم، لیکن من زحمت کشیدم. اولین اینجا زحمت خود من است. که من تلاش کردم. البته که به نظر خداوند نیز نبودم و مادر جانی من، فرزندای پدری من که درباره من بودند، من از کسی همچون یک سرپرست میگویند مبلغ گرفتگی نیستم. با سرپرستی هیچ کس برای صحنه‌ام نبرآمدن. و در کنسرت اولین خیش که در کاخ بوربرد، در مجمع کاخ بوربرد، چقدر تلاش کردم، چندین سالها آرزو کردم و با این آرزویم نیز رسیدم که تحت عنوان 1001 شب که در روز انمین مهنت کشان، روز 1 می که بودند، من روز کنسرت خیش رو برپا نمودم. باور کنید هیچ باوری نداشتم، لیکن میگن که اگر
در دل نیتی نیک داشته باشی خداوند به آرزوهای نیکت میرساند. و من انامونجا فقط یک مثال پول خانه که مثال که از من بود بله انامین مبلغی خانه رو من صرف کردم و پیش کسی گردنی کج نکردم. بله سلام باشید. بعد از در چند لحظه صحبت رو ادامه میدیم.